يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بكسب إجازة از محضر علماء کرام، مشایخ عزوام، منصوبین و مسئولین امارت اسلامی افغانستان، طلبه اعزام، بسیار جای خوشی است که در یک مجلس قرار داریم که اهل علم، اهل سلوک، اهل عرفان در این مجلس حضور دارند. خداوند متعال و برکت ایشان ما را از جمله محبوبان خدا بگرداند. دوستای عزیز، جناب آغاز مبارک بسیار قیمت بها مطالب برای ما شما عرض کردند. کاش که در اذهان ما شما قوت و استعداد درک این مطالب می بود. شما با خداوند متعال یقین کنید که من که هر وقت در هر ولایت کشور خود سفر می کنم و اینمی علما و صوفیه کرام و متبحرین و دانشمندان کشور خود می بینم، طوری که ارزوی در دل جناب آغاز مبارک بود، اینمی تو یک ارزو در دل ما هم می گردد. یک بار در ولایت لغمان در سفر بودیم، در موتر بودم، یک کس عالم بود یا طالب بود برای ما زنگ زد و از من پرسان کرد، یک عالم از دانشمندان کشور همسایه و یک عالم از کشور ما شما نام هر دوی ذکر کرد و از من پرسان کرد که شیخ صاحب محترم، نظری تو درباره این دو علما چیست؟ کدامش عالم متبحر بود؟ شما چون که میفهمید بسیار زنگای مردم مغرض هم میزنن، صداها ثبت میکنن و بعض به سوء استفاده از اینمی زنگ میکند و مصروف بودم بسیار. در موتر بودیم، چیزی مسئله بود برایشان، گفتم که حالا مصروف هستم، اگر پسند زنگ بزنید خوب است. غرض من اینمی بود که شاید از اون فراموش شود و ارادم نداشتیم که برایشان جواب بدیم. تقریبا نیم ساعت گذشته بود، باز زنگ زد که نظر شما درباره این دو علما چیست؟ یک عالم از کشور ما شما بود و یک عالم از کشور همسایه. برایشان گفتم که مولوی صاحب هستی یا طالب العلم هستی، هرکی کی هستی؟ گفت یک مسئله ذوق من است و یک مسئله حقایق است. مسئله ذوق من این است، سر هر شخص لازم است که در دلشان محبت به خطه خود و محبت به علمای خود و محبت به دانشمندان خود باید داشته باشد. یا حق خطا سر ما شما، حق علما سر ما شما، و این عصبیت مضمون نیست در شریعت. این سر ما شما حق دار. حب الوطن من الایمان است. امر وطن محبت و امر اهل وطن محبت دیگر کدام عصبیت است و نه از نگاه شریعت کدام چیز یا کاری ممنوع است. و یک گفتم برایشان که باز این خاطر که علما و دانشمندان کشور ما سر ما حق دارن، ما دوستش داریم بسیار و در این دوست داشتن برایشان گفتم که معذور هستم. این میتونیست که کاری تکلفی است بلکه یک کاری ذوقی است. و مسئله دومی نمیز که شما پرسان کردین که کدام عالم متبحر است، عالم کشور ما یا عالم کشور همسایه ما، در جوابش گفتم که کدام اسباب و وسایل خدمت
که نمی عالم کشور همسایه ما داره در این وقت. بریشان گفتیم که تو خوی نمی نامی از کشور ما یک نام یک محدث و نام یک عالم ذکر کردی. بریشان گفتم اگر یک ادنا عالم کشور ما می باشه و اینمی اسباب که علمای دیگه دارن برای خدمت، اینمی اسباب علمای ما در اینجا داشته باشه، شما به ذات خداوند متعال یقین کنید شما خو یک عالم نامش میگیرین. در علمای ما شما و در اساتید ما شما و در متبحرین ما شما اینمی یک استعداد کلان موجود است که عالم یک تنی بلکه یک عالم جهان هم مقابلش کردن نمیتونه. وی مبالغه نیست. الحمدلله ما بسیار سفرا داریم علما امرش ما در رابطه هستن، علمای عرب، علمای کشورهای دیگه. شما خود به ذات خداوند متعال یقین کنید که کدام وقت همراه نمی علما ما یگان وقت محاوره میکنیم یا همراهشان مجلس داشته باشیم در بعض سفرا، همه جهان به این قناعت دارن که افغانه ما شما توری که در میدان جهاد و در میدان مبارزه در صف اول استاد هستند. الحمدلله علما و متبحرین ما شما در صف تحقیق و در صف تدقیق و در صف بیان و در صف تصنیف و هم الحمدلله در قدم اول قرار دارن و خداوند متعال برایشان اسباب مهیا کنند. مهم چیز در هر دور اسباب برای خدمت است. دوستای عزیز، باز شما طلبه کرام خطاب ما برای شماست. الحمدلله علما و دانشمندان ما میفهمند. طلبه عزیز، باز شما اینمی تو یک عزت و احترام و ارزش در درگاه خداوند متعال داریم که یک طرف محض علم که یک کس علاقه همراه علم داره و علاقه همراه اهل علم داره، این شخص در درگاه خداوند متعال امتیاز داره. آیت قرآن کریم است یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. در قدم اول سبب رفعت ما و شما ایمان است و بعد از ایمان سبب ارتقاء مدارج و سبب وصل بلا کیف امر خداوند متعال که علم است. علم است که ما شما را از تاریکی های جهالت کشیده، علم است که ما شما را در منازل ارتقاء استاد کرده است، علم است که به سبب توسط این علم ما شما در درگاه خداوند متعال یک حیثیت داریم و حیثیت در معاشره داریم. و دوستای عزیز، بیایید بفهمیم که کدام علم است که در درگاه خداوند متعال ارزش داره. ما دین روزم در مدرسه جناب محتمم سر و طلبه عرض کردیم کدام علم است که سبب ترقی دنیا و آخرت است. کدام علم است که سبب این علم ما شما از جمله محبوبان خداوند متعال شمار می شویم. دوستای عزیز، محض علم، محض تعلق امر قرآن کریم و امر سنت یا امر شریعت که سبب نجات نیست. اگر محض